یک بود ما خواستیم که روی بوی گاز همه روی حوله همه جا زیر کده بود بوی گاز بود ما خواطر شدیم اینجا با کودکای مایده هستن و خیلی ساکنان محله ظفر در حدود ناحیه رودکی 2 بار از شرکت تاجیک ترانسگاز آگاهینامه گرفتند. در آن به ساکنان از خطر زندگی در منطقه پیشگیری خطر یا نزدیک به لوله اساسی گاز هشدار دادند. برای آنها این آگاهینامه خبری از دست دادن منزل است. خیلی زیغ شدم قریب دیلم بزنم خود چیکار کنم آدمی صغیره دار خودمون مهنت کردیم خونه دوختیم $10,000 خریدیم قریب خیلی که زندگی اوز بچم اون وقت رو چی میگفتن؟ هیچ نبود نمیتوفت یکون چی نبود خبرش کردیم بعد فهمیدیم که تربه مسئولین شرکت تاجیک ترانسگاز از ساکنان اطراف لوله گاز دستخط گرفتند که در صورت به عمل آمدن سوختار و ترکش جوابگری به ذمه خود آنها است. ساکنان میگویند در حالت نامعینی قرار دارند و نه مانده میتوانند و نه جای دیگری برای رفتن دارند. اکثر آنها میگویند زمانی که در این محله خانه بنیاد کردند مناسبت ها با ازبکستان بد بود و باور داشتند که گاز دیگر نمی شود. همون دلم پر کردن که گاز نمیشه. هیچ کس پیشمونش نمیدوند گفتن که گاز نمیشه با ما اینجا مهنت کردیم خونه کردیم وزیر هم نقد میداد که شرایط بسیار وضعیت چی هم شود اكون حوالش به خدا گفتم گپو بر طبق مقررات از 75 تا 125 متر تا لوله اساسی گاز باید منزلی استقامتی نباشد. سالهای اخیر ساکنان زیادی در مسافه 5 متر و حتی در روی لوله گاز بدون رعایت قاعده بی‌خطری خانه بنیاد کردند. همین وقتی که همین شاق‌قبور با آبیوم کلان گازی انتقال داده میشه اگر ترکش به وجود بیاد در منطقه از 75 متر تا 125 متر تاثیر خود رو میرسونه. منطقه خطرناک است وقتی در حالتی با وجود آمدن یک حادثه تکنیکی جان آدمو به خطر گذاشته میشه. حالا مقامات تاجیک ترانسگاز از آن نگران است که با وجود آگاهی‌های پیوسته ساکنان منطقه خطرناک را ترک کردن نمی‌خواهند. و مقامات‌های داخلی که همین زمین‌ها رو جدا کردن با آنها با مکتوب رسمی مراجعه می‌کنند که در این منطقه بنیاد کردن منزل‌های استقامتی علیه خطرناک است. جدا نمودن قطعه زمین و دادن خانه این به صلاحیت تاجیک ترانسگاز نمی‌داره و از طرف این کارخانه چنین صلاحیت باید این حالتون نیستند. با گفته مسئولین نهاد تامین کننده گاز یگانه راه رفع خطر از ترکش گاز کوچ بستن مردم از موضع‌های نگهداری قبور گاز است. زیرا به باور آنها کوچ دادن لوله گاز از این منطقه خراجات زیاد می‌خواهد و امکان ناپذیر است. ساکنان می‌پرسند اگر این موضوع خطرناک بود چرا برای ده‌ها خانواده اجازه بنیاد منزل داده شد؟ اکنون در اینجا خونه کردیم ما یاردم که نگونجو خیلی به یگان چی بود نمیتونیم در دیگه جا اینجا خسته در دیگه جا بگشته خانه سوخته نمیتونه برای که زورمون نمیرسه. با این همه این ساکنان از آمدن گاز ازبکستان که از بسیار جهت زندگی مردم را در دوشنبه آسان میکند استقبال میکنند، فقط میخواهند مشکل آنها هم به نظر گرفته شود. نه گاز برای مردم چیزی خوبه، ما نمیگیم مثلا گاز نباشه، گاز هم باشه برای این چیزی برای مردم چیزی خوبه. بگی فقط اکو دیگه دبلو این گازو خود بعد دیگه طرف بران شما